سفر پرزیدنت امامعلی رحمان روز 9 اپریل به اصفهان در پسمانظر اظهارات جنجال برانگیز یک مقام بلندپایه قرقیز درباره وارخ صورت میگیرد. امامعلی رحمان امروز در ملاقات با مردم جماعت وارخ گفت در دوام 19 سال مذاکرات با قرقیزستان در مسئله عوض کردن وارخ با دیگر قطعه وجود نداشت و وجود داشته نمیتواند. امامعلی رحمان افزود مذاکرات برای معین کردن مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان از سال 2002 آغاز شده. کمیسی دو کشور با هم بیش از 100 ملاقات انجام دادند. به گفته او میان دو کشور بر اساس عهدنامه بیش از نصف خط مرز معین شده بود. امامعلی رحمان افزود حکومت تاجیکستان سال 2016 رسمیات داخلی را انجام داد، اما با سبب برای دوشنبه نامعلوم در قرقیزستان رسمیات داخلی انجام نشد. امامعلی رحمان از ساکنان وارخ و چارکو درخواست کرد که با همسایه ها مناسبت خوب داشته باشند و به احساسات داده نشوند. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی که در وارخ قرار دارند، پرزیدنت رحمان امروز در افتتاح یک ورزشگاه و مرکز فرهنگی اشتراک نموده از نمایش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی بازدید کرده است. انتظار می رود سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سوخت تا 10 اپریل ادامه کند.